شدن به انتخابات توسط شورای نگهبان، آقای خامنه‌ای جلوتر از شورای نگهبان انتخابات رو تایید کرد. بله، ببینید طبق قوانین انتخاباتی ایران کاندیداها حتی تا امروز هم حق دارن که شکایت بکنند و بعد از اینکه شکایتشون رسیدگی شد بعد و شورای نگهبان تحقیق کرد و متوجه شد که انتخابات درش تخلفی صورت نگرفته، میتونه بگه انتخابات قانونیه. اگه تخلفی صورت گرفته میتونه لغو کنه، که ما میدونیم مثلا در انتخابات مجلس یه وقتی شورای نگهبان حدود 700-800 رأی رو تغییر داد در تهران، برای اینکه البته مجلس هم بود، برای اینکه فکر میکردن تخلفی صورت گرفته. برای قانون اینه میگه. البته وزارت کشور میتونه آرا رو اعلام بکنه که کردن اون شب، ولی اون آرای وزارت کشوره که مجری انتخاباته. نهاد ناظر بر سلامت انتخابات که شورای نگهبان هست بعداً باید به شکایت ها اگر وجود داره رسیدگی بکنه و تایید بکنه. از این دیدگاه اگه بخوایم نگاه بکنیم به نظر میاد که اقدام آیت الله خامنه‌ای در یک نوع تایید انتخابات با بیانیه‌ای که روز قبل صادر کردن با مقررات جاری در کشور خانایی نداره. و حالا اگر شورای نگهبان بیاد و به این تقاضاها رسیدگی بکنه، با توجه به همین نکته‌ای که آقای صبا گفتن، تایید رهبری، شورای نگهبان آیا واقعا رسیدگی که خواهد کرد محلی از احیانا اعراب برای نامزدها خواهد داشت؟ بله، داشتن که حتما خواهد داشت و این بستگی داره به مداومت مردم در خواستهای خودشون و باز بستگی تام و تمام داره که واقعا چقدر این خواستها به اصطلاح حقیقیه یا بایسته است. ببینید این که من رفتم رأی دادم با اعضای فامیلمون، این به تنهایی کافی نیست که به من اکثریت بده. اون چیزی که اتفاق افتاده از دید عموم مردم این هستش که احساس میکنن انقدر در این کار تندروی شده، اگر بد اخلاقی هم بوده باشه به تعبیر آقای خاتمی، انقدر در این بد اخلاقی تندروی شده که انقدر فاصله‌اش زیاده که میشه به خود انتخابات شک کرد. در وضعیت فعلی به نظرم اون کسی که وضعیت بسیار مشکلی رو پیدا کرده آقای خامنه‌ای است و بعد شورای نگهبان و بعد گروه‌های سیاسی اتفاقا یه ذره فشار روشون کمتر از اون چیزی است که روی رهبر جمهوری است. گروه‌های سیاسی که الان 3 نماینده داشتن اونجا و اون 3 نماینده برنده شناخته نشدن، خواستای مردم بهشون فشار میاره. بسیار خوب، این یک فشار رو شورای نگهبان هست که ازش خواسته میشه که وجود خودش رو باز کنه. در دفعات قبل همه حاکمیت با شورای نگهبان با هم یه طرف بودن، بنابراین به یک کسی میگفتن برو نمیخوایم. الان اینجوری نیست. الان کسایی که طرفدار شمارشن در داخل بدنه حاکمیت هم حضور دارن، بنابراین یک فشار. در مورد آقای خامنه‌ای هم به نظرم فشار از همه اینا شدیدتره، به خاطر اینکه رأس موضوعن. 2 گروه پیدا شدن. یه گروه به نظر میرسه که مردم یا دست کم جامعه شهری رو داره، یه گروه امکانات بیشتر از این هم داره، یه ذره اسلحه هم داره، یه ذره قدرت نظامی هم داره، یه ذره هم در طول این سالها بالا پر گرفته شده است و اون منعی رو که آقای خمینی گذاشته بودن برای منع حضور نظامیان در امور سیاست در سالهای اخیر ذره لغو شده. آقای بهنودوز، میخوام حرف شما رو قطع میکنم. تصاویری که میبینید آخرین تصاویری است که از تهران به دست ما رسیده. ظاهرا صحنه‌هایی هست از درگیری هایی که امروز واقع شده بین نیروهای معترض، افرادی که در اعتراض به روند شمارش آرا امروز و دیروز برای اعتراض در خیابان‌ها حاضر شدن و همینطور نیروهای امنیتی. این تصاویری که می‌بینید آخرین تصاویری هست که به دست ما رسیده. باید اشاره بکنم که بخش عمده‌ای از این تصویرهایی هستند که به هر حال مردم گرفتن، تصاویر آماتور هست و احتمالاً از کیفیت لازم برخوردار نیست. به زودی اونطوری که همکاران من به من اشاره میکنن تصاویر زنده ای رو خواهیم داشت از سطح شهر تهران، تصاویری که نشان دهنده حضور نیروهای معترض یا افراد معترض هست به روند شمارش آرا و همینطور نحوه اعلام اونها توسط ستاد انتخابات کشور. نتایجی که با اعتراض نامزدهای انتخاباتی، نامزدهای معترض، مشخصا آقایان موسوی و کروبی برگزار شد. اشاره می‌کنم متاسفانه ظرف روزهای گذشته دریافت برنامه‌های ما در بخش‌هایی از ایران و همینطور سایر کشورهای دچار مشکل شده. اگر برای دریافت برنامه‌های ما از روی ماهواره هاتبرد مشکل دارید میتونید دریافت بکنید.